أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب ما یقول اذا نزل منزلا، باب در مسئله آن چیزی که میگوید وقتی که میفراید در یک جای. انسان در یک جای در حالت سفر قرار میگیرد، بگیم برای دمگیری می ایستد یا در یک خانه می رود، در اون خانه می ایستد و در اونجا وقت ایستاد چی دعا بکند، چی ذکرها را بکند، باید چی بگوید. این باب در همین مسئله هست و در این باب دو حدیث میارد. حدیث اولش حدیث 981 کتاب ریاض الصالحین. عن خولة بنت حکیم رضی الله عنها قالت، یعنی که از خوله بنت حکیم رضی الله عنها روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگد که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگوید، رسول الله میگوید که من نزل منزلا ثم قال، هر کسی که بفراید در جای، هر کسی که جای را برای دمگیری اختیار کند پس بگوید که اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، یعنی پناه طلب میکنم به سخنهای پره الله تبارک و تعالی یا به صفتهای پره الله تبارک و تعالی من شر ما خلق، از بدی آن چیزی که الله سبحانه و تعالی خلق کردگی است. اکنون هر کسی که این را بگه چی می شود؟ میگه لم یضره شیء حتی یرتحل من منزله ذلك، یعنی که ضرر نمی رساند به این انسان یگان چیزی، آسیب نمی رساند به این انسان یگان چیزی حتی یرتحل من منزله ذلك، تا زمانی که کوچ بندد از همون جا، از همون جایی که اختیار کردگی بود. وقتی این دعا را که کرد، فضیلت این دعا همین است که الله تبارک و تعالی این را حفظ میکرده است از تمام چیزهای ضررناک اون مکان و یگان چیز دیگر ضرر دادهش نمیتوانسته است. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 982 و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا سافر فاقبل اللیل قال، یعنی بود رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که سفر میکرد، اذا سافر هنگامی که سفر میکرد، فاقبل اللیل پس زمانی که فرا میرسید شب، وقتی شب میشد قال پیغمبر میگفت، یعنی در جای دمگیری، در جایی که وقتی میخواست استراحت کند شب را، این سخنها را میگفت که یا ارض ربی و ربک الله اعوذ بالله من شرک و من شر ما فیک و شر ما خلق فیک و شر ما یدب علیک و اعوذ بالله من شر اسد و اسود و من الحیة والعقرب و من ساکن البلد و من والد و ما ولد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه این سخنها را میگفت، یعنی که چی؟ یا ارض، پیغمبر میگفت ای زمین، ربی و ربک الله، یعنی پروردگاری من و پروردگاری تو الله هست. اعوذ بالله من شرکی و شر ما فیکی، یعنی پناه طلب میکنم به الله از بدی تو ای زمین و هر بدی که در داخل تو است ای زمین، از بدی تو، از بدی که در داخل تو است من به الله تبارک و تعالی پناه طلب میکنم. و شر ما خلق فیکی، و بدی که خلق شدگی است در داخل تو، از اون بدی هم همچنین، یا از بدی که خلق شدگی است در تو، از اون بدیات هم من همچنین پناه طلب میکنم. و شر ما یدب علیکی، و همچنین پناه طلب میکنم به الله تبارک و تعالی از شری که می جنبد بر بالای تو، یعنی از شر هر جنبنده که، هر حرکت کننده که در بالای تو است، از بدی اون جنبنده ها من پناه طلب میکنم به الله تبارک و تعالی. از
مخلوقات ضرر دهنده. و اعوذ بالله من شر اسد و اسوده، و پناه طلب میکنم به الله تبارک و تعالی از بدی شر، از بدی اسد یعنی شر، و اسوده یعنی از بدی انسانهای ستمگر و ظالم. هر انسانهای ستمگر و ظالمی که است، همچنین از بدی اونها من پناه طلب میکنم به الله تبارک و تعالی. و من الحیه والعقرب، و همچنین پناه طلب میکنم به الله تبارک و تعالی از مار و از کژدم. حیه مار، عقرب کژدم. و من ساکن البلدی، و همچنین پناه طلب میکنم به الله تبارک و تعالی از زندگی کنندگان بلد. همون جایی که قرار میگیرد خانه هست و نیست، همون منطقه را میگن بلد. فهمو؟ پس من از زندگی کنندگان اون بلد، اون مکان، به الله تبارک و تعالی پناه طلب میکنم. یعنی چی؟ زندگی کنندگان اونجا اگر خانه ها نباشد و انسان ها دام و اماره نباشد، اونجا کی زندگی میکند؟ جین ها. یعنی که از بدی جین ها همچنین با الله تبارک و تعالی پناه طلب میکنم. و من والد و ما ولد، و همچنین پناه طلب میکنم از بدی پدر و آن چیزی که تولد کردگی است. مقصد از پدر یعنی ابلیس. از بدی ابلیس همچنین پناه طلب میکنم. و ما ولد، و آنچه که ابلیس به وجود آورده، یعنی شیطان ها، و از شیطان ها همچنین پناه طلب میکنم به الله تبارک و تعالی. رواه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کرده است. اکنون در اینجا لغتش میگه ول اسود، میگه از شخصو، گفتیم شخص ظالم ستمگر. اسود میگه معنی شخص است، این شخصی ظالم و ستمگر. قال الخطابی، خطابی میگه که و ساکن البلدی هم الجن، یعنی زندگی کنندگان شهر یعنی همون مکان، اونها میگه جین هستن. برای خاطر گفتیم از بدی جین ها. الذين هم سکان الارض، همون جین هایی که زندگی کنندگان بالای زمین هستند. قال والبلد من الارض ما كان مأوى الحيوان وان لم يكن فيه بناء و منازل. و میگه بلد در زمین، وقتی میگیم بلد، آن جایی است که در اون جای حیوانات باشد و اگر هر چیزی که در اون بنا و خانه ها و منزل ها هم نباشد، این هم نباشد، اون را بلد گفته می شود. برای خود گفتیم که من ساکن البلدی یعنی که زندگی کنندگان همون بلد، مقصد ما گفتیم جین ها است. قال و یحتمل، میگه که و احتمال دارد معنای ان المراد بالوالد ابلیس باشه. اونجا گفتیم که والدی یعنی پدر، یعنی که ابلیس گفتیم، و ما ولد شیاطین یعنی که فرزندان ابلیس که شیطان ها. اینا با توجیه گفتیم این عربیش قدی. خب این بود بابی وقتی که انسان در یک جا قرار میگیرد باید این دعاها را بکند. بعد از این باب 9 میگذاریم. باب استحباب تعجیل المسافر الرجوع الى اهله اذا قضى حاجته، یعنی باب در مسئله مستحب بودن زود برگشتن مسافر هنگام بس طرف خانوادهش، هنگامی که به پایان رساند کارهایش را. یعنی یک مسافر وقتی به یک جا می رود، به یک کار و به یک نیتی، وقتی که میگه مقصدش به پایان رسید، کارش بود کرد، دیگه اوجه نیستد، زود به طرف خانوادهش برگردد. خب در این باره یک حدیث میاره، یک حدیثی 983 کتاب ریاض الصالحین. میگه عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر اینو میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که السفر قطعه من العذاب، یعنی سفر پاره از عذاب است، یک جزئی عذاب سفر. یمنع احدکم طعامه، یعنی باز می‌دارد سفر هر یک شما را، هر مسافر را، طعامه از خوردن طعام. وقتی انسان در سفر باشد یعنی طعام خوریش هم براحت نیست. و شرابه، و باز می‌دارد سفر هر یک از شما را شرابتون را، نوشاکیتون را، یعنی انسان در سفر بگیم براحت نمی نوشد. و نومه، و خوابتون را بگیم باز می‌دارد که انسان در سفر براحت خواب نمی کند. فاذا قضى احدكم نهمته من سفره فليعجل الى اهله. پس پیغمبر گفت که هنگامی که قضا احدکم، یعنی به پایان رسید هر یکی از شما، به پایان رسانید هر یکی از شما، نهمته یعنی هدفش را،
قصد و مرامش را از سفرش فلیعجل الی اهله، پس زود هرچی زودتر بازگردد به طرف اهل و خانوادهش. یعنی کارش بود چید؟ زود باید به طرف خانوادهش بازگردد. زیرا اینکه و سبب بازگشتن چی است؟ سبب بازگشتن این است که تربیه فرزند و نگاه کردن اهل بیت و که حتما اهل بیت احتیاج به مردی خانه دارند. متفقون علیه، این حدیث متفقون علیه می باشد. این بود این باب. این باب هم به آخر رسید. باب نو، باب استحباب القدوم علی اهله نهارا و کراهته فی اللیل لغیر حاجت. یعنی که باب در مسئله مستحب بودن آمدن، انسان وقتی سفر می رود، از سفر خانه آمدنی می شود، مستحب است که بیاید الی اهلی، یعنی به نزد خانوادهش، نهارن، روزانه، در روز به نزد خانوادهش برگردد. و کراهتی فی اللیل لغیر حاجتین، و مکروه است که انسان به خانهش بازگردد از سفرش در شب بدون حاجت، به ضرورت. و اما به ضرورت به خانه در شب بازگشتن مسافر مکروه می باشد. یعنی بدون کراهت یعنی چی؟ یعنی که اگر که جا داشته باشد، مکان خوب داشته باشد، بیستد شب روز کنه، بعد در روز بیاید. اما اگر که جا نداشته باشد، در این صورت مشکل ندارد بیاید، یا خبر کند. اگر خبر کنه در شب هم بیاد مشکل ندارد. این در سفرهای چی است؟ در سفرهایی که طولانی هستند، که مثلا یک انسان از پیش زن و همسرش مثلا یک ماه دو ماه یا که 20 روز دور می شود، این باید خبردار کند وقتی که آمدنی می شود، همسرش خبر کند بعد بیاید، یا در روز بیاید. خب اکنون در این باره چند حدیث ها برامون تقدیم میکنیم، یا 2 حدیث میارد. حدیث اول این باب، حدیث 984 کتاب ریاض الصالحین. عن جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از جابر رضی الله عنه روایت است، هر این رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اذا اطال احدكم الغیبة فلا یطرقن اهله لیلا. هنگام گفت اطال احدکم الغیبته، یعنی طولانی شد هر یکی از شما رو غیبتش، یعنی در سفرش طولانی ایستاد، مثلا 20 روز، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه از نزد خانوادهش دور شد، میگه فلا یترقن اهله لیلا، پس نرود نزد خانوادهش در شب. فهمو؟ در نزد خانوادهش به شبانگاه نرود. طرق یطرقو، کسی را میگن که در شب میآید. طرق در شب آمد، یطرقو در شب میآید. پس پیغمبر میگه فلا یطرقن، پس به نزد اهله، یعنی به نزد خانواده‌اش در شبانگاه نیاید. فهمو؟ شب نیاید. چطور گفتیم که مکروه است در شب آمدن بدون حاجت، مکروه است. اما اگر گفتیم اگر جای خواب نداشته باشد، مشکل باشد، بیاد هیچ کار نمیکنه. اما جای خواب باشد، جای آرام باشد، یا جای دیگر برود. و فی روایتین، در روایت دیگر آمده است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى ان یطرق الرجل اهله لیلا، یعنی که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز داشته است که برود این مرد نزد خانواده شبانگاه، شب نزد خانواده‌اش از سفر بازگشته بیاید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه باز داشتگی هست. حدیث متفقون علیه می باشد. چرا گفتم این همش تعلق داره به خبر نکردن، بگیم به خبر بیاید مکروه هست. اما اگر خبردار کند مکروه نیست، یا جا نداشته باشد بیاید مکروه نیست، این ضرورت است. خب این حدیث متفقون علیه هست. بعد از این حدیث 985 و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یطرق اهله لیلا. انس رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یطرق اهله لیلا، یعنی که نمیرفت نزد اهل و خاندانش شبانگاه. وقتی شب میشد از سفر که باز میگشت، راسته میگن به خانه اش نمیرفت. و کان یأتیهم غدوة او عشیة، و عادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین بود که باز میگشت میرفت نزد خانوادهش غدوه، یعنی اول روز، یعنی سحر میومد، او عشیة یا آخر روز، یعنی بیگانی، یا بیگانی میگه به نزد خانوادهش باز میگشت، نه در شب. این حدیث میگه حدیث
متفق علیه است. اکنون میگه الطرق المجیء فی اللیل، یعنی که طرق یطرق گفتیم مصدرش طرق میشود به معنای بازگشتن، یعنی آمدن در شب. وقتی که انسان در شب میاد همون انسان را میگن طارق. فهمو؟ انسانی در شب می آمدگی را میگن طارق، یعنی انسان شب آینده. خب این بود این باب. این بابم به آخر رسید. میگذاریم به باب نو. باب ما یقول اذا رجع و اذا رأى بلدته. باب در مسئله آن چیزی که میگوید انسان مسافر وقتی که باز میگردد و هنگامی که میبیند همون شهرش را، بلدهش را میبیند، یعنی که همون قشلاقش را، شهرش را، وقتی که ایماره ها و بگیم روشنی و یا که خانه های شهرش را میبیند، انسان باید چی بگوید؟ باید چی بگوید؟ این باب در این مسئله هست. میگه فیه حدیث ابن عمر السابق فی باب تکبیر المسافر اذا صعد ثنایا. در همین باره است میگه حدیث ابن عمر که گذشت در باب تکبیر گفتن مسافر هنگامی که صعد ثنایا، یعنی که بالا می شود به کوها، به راه های کوهی بالا می شده، به بلندی ها که می برآمد باید تکبیر بگوید. در همون باب میگه ما حدیث ابن عمر آوردیم. اون حدیث میگه دلالت به همین باب میکند اولا. اما باز یک حدیث دیگر خودی امام نووی در این باب میارد که حدیث 986 کتاب ریاض الصالحین است. و عن انس رضی الله عنه قال، میگه که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت اقبلنا مع النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی که بازگشت ما همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حتی اذا كنا بظهر المدینه، تا این که میگه زمانی که رسیدیم ما، بودیم ما، مثلا از بودن یعنی رسیدن، وقتی رسیدیم ما بظهر المدینه، در بالای مدینه. وقتی بالای مدینه در که اومدیم دیگر بگیم خانه ها را و بگیم مدینه را دیدیم. قال، پیغمبر گفت آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون. پس همین دعا را کرد. میگه آیبون یعنی بازگشتیم ما یا بازگردنده هستیم، تائبون یعنی توبه کردیم ما یا توبه کننده هستیم، عابدون عبادت کردیم ما یا عبادت کننده هستیم، لربنا حامدون به پروردگارمون ستایشگر هستیم، یعنی که ستایش کننده هستیم. فلم یزل یقول ذلك حتی قدمنا المدینه. پس هنوز میگفت این را پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی قدمنا المدینه، تا این که رسیدیم ما یا وارد شدیم و در آمدیم در مدینه. تا رسیدن من در مدینه را، تا در آمدن من در داخل مدینه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون را میگه تکرار میکرد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس انسانی که باز میگرده از سفر وقتی که خانه ها و اماره ها و چیزای شهر شکی میبیند، پس این دعا را گفتن سنت است. خب بعد از این باب نو، باب استحباب ابتداء القادم بالمسجدی، یعنی باب در مسئله مستحب بودن اول برود انسانی که از سفر باز میگردد به مسجد. وقتی که از سفر باز میگردی خانه آمدیسی، اول مسجد رفتنت مستحب است. راسته که مسجد برم. الذی فی جواره، یعنی همون مسجدی که در نزدیکی خودت است، در محله خودت است، همون مسجدی که در پیش خونت است، نزدیک است به خونت، اول از سفر که بازگشتی راسته که مسجد برو. و صلاتی فی رکعتین، و نماز انسان در همون مسجد محلش درکت و درکت نماز بخون در مسجد. بعد که از اونجا برآمدی بعد خونت برو. این هم مستحب است که انسان از سفر باز میگشتگی این کار رو بکند. اول مسجد برود، درکت نماز بخوند، دعا کند و بعد بیاد به نزد خانواده اش. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. میگه از کعب بن مالک رضی الله عنه روایت است. کعب گفته است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان، میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم بود اذا قدم من سفرین، هنگامی که باز میگشت از سفر، بدأ بالمسجدی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه شروع میکرد از مسجد، یعنی که از سفر که باز میگشت راسته که مسجد میرفت.
فرکع فیه رکعتین، پس نماز میگذاشت در اون مسجد 2 رکعت. 2 رکعت نمازی نافله میخوند. بعد از نماز نافله خوندن بعد چیکار میکرد؟ به خونهش باز میگشت. میگه حدیث متفق علیه است. این هم همچنین سنتی انسانی مسافر است که با سفر بازگردد این کارا بکند. این بابم با آخر رسید. آخرین بابی کتابی سفر. میگه باب تحریم سفر المرأة وحدها. باب در مسئله حرام بودن سفر زن به تنهایی، یعنی که حرام است که زن به تنهایی سفر بکند. به تنهایی یک جا رفتن زن، سفر کردنش حرام می باشد. خب در این باره امام نووی رحمه الله 2 حدیث میارد. حدیث اولش حدیث 988 کتاب ریاض الصالحین. عن ابی هریره رضی الله عنه قال، میگه که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم علیها. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لا تحل لامرأة، یعنی حلال نیست برای زن تؤمن بالله والیوم الاخر، همون زنی که ایمان دارد به الله و ایمان دارد به روز قیامت، یعنی برای زن مسلمان جایز نیست. چی جایز نیست؟ حلال نیست. چی حلال نیست؟ تسافر مسیرة یوم و لیلة، سفر بکند مسافه 1 شبانه روز را. سفرش مسافه 1 شبانه روز باشد، به تنهایی سفر کردنش حلال نیست. میگه الا مع ذی محرم علیها، مگر همراه محرمی که دارد با اون محرمش سفر بکند. اگر با هم محرمش باشد با که ندارد، اما به تنهایی به محرم سفر کردن زن مقدار 1 شبانه روز، این چی است؟ این حرام است، حلال نیست. این حدیث متفق علیه است. و مقدار 1 شبانه روز را امروز میگم عالمان میگن هر سفری را که نامش سفر هست او را سفر میگویند. زن به تنهایی رفتن نمیتواند. اما مثلا خانه همسایه باشد، خانه اون طرف خانه اکش دادرش اینا باشد، با که ندارد رفتنش. اما همین مسافه‌ای که بین خانه بگم از این جایی که رفتنی است مقداری باشه که مردم نامش سفر میمونند، فهمو؟ سفرش میگم من سفر میکنم به فلان جا. اگر همین که نامش سفر باشد، در این صورت برای زن حرام است که تنها برود، باید محرمش قطعش باشد. اما در مسافه سفر نباشد، مثلا ای قشلاق به قشلاق دیگری واسه که نزدیک است، فهمو، یا که از این محله به محله دیگر، در این صورت باکی ندارد تنها رفتنش و اگر رها امن باشد. خب این بود حدیث 988. بعد از این حدیث 989 و عن ابن عباس رضی الله عنهما، یعنی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است انه سمع النبی صلی الله علیه و سلم یقول، میگه و یعنی ابن عباس رضی الله عنه شنیده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو که میگفت لا یخلون رجل بامرأة الا و معها ذو محرم. میگه که پیغمبر گفت که خلوت نکند مرد با زنی، یعنی مردی بیگانه با زنی بیگانه خلوت نکند الا و معها ذو محرم، مگر همراه اون زن باید محرمش باشد، باید محرم زن همراهش باشد تا اینکه خلوت نشود بین مردی بیگانه و زنی بیگانه. باز پیغمبر گفت که ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، باید سفر نکند زن مگر همراه محرمش، یعنی با تنهایی سفر کردنش جایز نیست، باید با محرمش باشد. فقال له رجل، پس میگه گفت وی رو مردی، پیغمبر رو مردی گفت که یا رسول الله این امرأتی خرجت حاجتا، گفت که ای رسول الله هر آینه زن من بر آمده است حاجتا، یعنی که به نیت حج، با قصد حج بر آمده که زن من یعنی که حج رفته ایستاده است. و اینک تتبتو فی غزوه کذا و کذا، گفت هر آینه من نامنویش شده هستم در غزوه فلان و فلان. گفت نامم در غزوه هست. گفت ای رسول الله همسرم میخواهد که حج برود،
حج رفته ایستاده است، چیکار کنیم؟ قال، پیغمبر گفت که انطلق فحج مع امرأتک، گفت برو پس حج بکن همراهی همسرت، همراه زنت برو حج بکن. یعنی که تو برای تو این ضرورتر است که همسرت به محرم سفر نکند، همراهش به حج برو. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم از اون غزوه، از جهاد بازش داشت و همراه همسرش به کجا روش کرد؟ به حج، تا اینکه به محرم حج نکند. یعنی که مسئله به محرمی خیلی مسئله بزرگ بوده است که پیغمبر از جهاد منع کرده به همراه همسرش روانش کرد تا اینکه به محرم نرود. یعنی مسئله جدی است. خب این حدیث متفقون علیه است. خب با همین این کتاب همچنین با آخر رسید، کتاب آداب سفر. کتاب آداب سفر با آخر رسید و کتاب نومان کتاب الفضائل است. کتاب فضائل. اکنون مثلا در مسئله فضائل صحبت میکنند، مثلا فضیلت قرآن و مثلا فضیلت نماز و یگان سوره ها و یگان چیزهایی که هست، چه فضائل و چه برتری ها و چه فضیلت ها دارد، انشاءالله در این کتاب فضائل خواهیم خواند. پس این بود درس امروزمون. با همین این درس به آخر رسید و تا درس آینده به الله تبارک و تعالی امانتتان میسپارم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.